میدونستی این روش نحوه صحیح درست تا کردن و لباساتون همیشه مرتب میمونه، جای کمتری رو میگیره. برای تا کردن تیشرت کافی اونو به 3 قسمت A و B و C تقسیم کنه، B رو به سمت خودتون بکشید، C رو به هم وصل کنید. به همین آسونی. همینطور برای تا کردن هودی و سویشرت کلاهش رو به سمت داخل بذارید، آستینا رو روش قرار بدید و از کنار تا کنید و جمع کنید به پایین. به همین راحتی. برای تا کردن بلوز کافیه به پشت پهنش کنید و 1/4 سمت چپ و راست رو به این شکل تا کنید. حالا کافی آستینا رو داخل نیمتنه قرار بدید. پلیور خوشگلت رو میخواد تا کنید بدون اینکه چروک بشه، پس طبق تصویر عمل کن. میبینی که تو کمترین زمان تونستی پلیورت رو تا کنی. برای تا کردن پیراهن مردونه قسمت پایین پیراهن رو به سمت پشت تا کنید و در آخر 1/3 چپ و راست رو به پشت بیارید. و یه روش عالی برای تا کردن شلوار جین، فاق رو بیارید به سمت داخل، قسمت بالای شلوار رو بیارید پایین، یه لنگه رو به سمت بیرون بدید، همینطور که در تصویر میبینید تاش کنید. برای تا کردن کاپشن ابتدا پهنش کنید، کلاه رو بیار به سمت